پدر مادر مردگیه. بیا بچه ایم وقتی پایسکا میوان پایسکا گشتن رفتیم گرفتم بردم. باباجان رحیموف میگوید در ارتش تاجیکستان به این احوال گرفتار شد. یا مشکلیم دم میزد اما ای کار مونده بعد یا دستوابوری به حرکت شدیم بعد میزنن اون انخیلیم ولی میشیم با اون بیا برای دیگه 3-4 ماه نگاه میکنن دیگه گفتن که نمیشه دیگه نگاه نکردم. این جوان 20 ساله از واسه به رادیو آزادی گفت بعد از یک مشتی سرباز بیمار شد ولی به جای شکایت نکرد. فقط نگفتن که گفتیم توبر مونک نکردن مون. بعد اخیرا با واجد کاری داخل نویسوندم. باباجان رحیموف در قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی خدمت کرده است. فروخ جابیروف سردار سابق شعبه طبی ریاست نیروهای وزارت امور داخلی بر رادیو آزادی گفت که باباجان رحیموف را کسی نزده است و او خودش هنگام درس یک باره به سکته هرمغز گرفتار شده است. یگان کارکردگی نیست در وقت درس شیدگی وقتی درس نمیشه آرام شیشتگی درس خوندهسن یکی خشش میره و میغلطه. این همه تصدیق شدگی کمیسیون مرکزی حربی طبی دیدگی برآوردگی خلاصشون قرابولو وزیر تندرستی کرسی بدن وزیر کارهای داخلی همه طرفا دیدن خیلی حالت ها نبوده که. اما طبیبان بعد از معاینه سربازی بیمار در خلاصه طبیشان نوشتند که هنگامی به شفاخانه آوردن باباجان رحیموف در روز 30 نوامبر سال 2017 وضع بیمار وزنین بود و در قسم کمر و 4 بند ستون مهره زخمی 12 سانتی متری دیده می شد. بدرفتاری با سربازان در ارتش تاجیکستان یک مشکل جدی به حساب می رود و تاکنون ده سرباز و افسر برای لطوکوبی هم خدمت یا زیر دستشان به زندان محکوم شدند.